اگر بوسه کند یا زن خودش را بوسه میکند یا میساس میکند، اگر انزال شود اینجا قضا میدارد. زیرا که در ماه رمضان فقهای ما و شما میساس کردن بر زن و بوسه کردن زن اگر خوف شهوت باشد منع کردن. یعنی انسانی که خودش اداره کردن نمیتواند، میداند که بعد بوسه یا بعد میساس دادن زن ممکن است که مثال کار به حد کلانش برساند، این صورت چکار میکند؟ وای باید که احتراز کند، وای باید نه بوسه کند و نه چی کند، نه میساس کند. میگه عایشه صدیقه یه حدیث روایت کردگی هستند در صحیح مسلم میگذرد، میگه گفتم پیغمبر خدا در ماه رمضان بعضی از زنهایش را بوسه میکرد و بعضی از زنهایش را میساس میداد و میگه خنده کرد. صحابه ها فهمیدن که همین خود عایشه بود که رسول الله همین عایشه را در کنار خود میکشید، میبوید، بوسه میکرد، لیکن رسول اکرم بود و ایمن از شهوت بود. از این خاطر کسی ایمن از شهوت هست برای باکی ندارد. لیکن اگر ایمن نداشته باشد، خوف داشته باشد که ممکن است که مثال کار نتیجهش ناخوب شود، در این صورت باید که دوری بجوید. آن چیزی که میگه در دندانهای شما از خوردن سحر باقی ماند، اگر کمتر از دانه نخود باشد شما را به زبان خود حرکت دهید و فرو برید، اون روزه شما را نمیشکند. مگر در کدام حالت میشکند؟ وقتی که بدن همون زبان ما و شما میبراریمش و نگاهش میکنیم که مثال از نخود دیده کمتر است، خانان است، خایگان نوع اطعام دیگر است، بعد اگر فروش بریم این صورت در روزه ما و شما را میشکند. اگر نادیده با همون زبان حرکت شدیم فروش بریم، این صورت در روزه ما و شما نمیشکند. با خایدن دانه کنجیت هم صاحب مسئله میگوید که روزه انسان نمیشکند، زیرا که دانه کنجیت خودش بسیار حدش اقل از کم است، با خایدن خودش در همون گوشه های دندان باقی میماند، او به حلق هم دیگر نمیرود. از این خاطر اگر دانه ارزان وارد شده که اگر در حلق شما رفت و او را خایدین هم که فرو هم که بردین، روزه شما را نمیشکند. و پرتافتن بر شما ذکر کردیم که اگر مبادایی که بر دهن شما آمد پر و شما او را دویم باره باز اگر داخل فرو بردین، اینجا روزه شما را میشکند. مکروهات چی هست؟ چشیدن در روزه ما و شما کراهیت دارد. چیزی نباشد از طعام باشد، اگر ما و شما برای چشیدن که وای شور است، وای تلخ است، وای شیرین است، در این صورت نماز ما و شما در کراهیت پیدا می شود. و خایدن نان هم یا خایدن یگان نمودی میوه هم، این هم خایدنش فرو بردنش نه، خایدنش هم در روزه ما و شما کراهیت دارد. مگر اگر طعامی که مادر برای کودک معده داشته باشد، اگر مادر خایده در دهن کودک بگذارد، اینجا باکی ندارد. مادر حق دارد که طعام میخواید و در دهان همون فرزندش میگذارد. للسواک و الکحل، اگر شما مسواک کنین، مسواک چوبهایی که هست، این دندانشوهایی که الحال هستن، اینا مزه دارند. اینا استفادهش فقط همون بعد روزتونه که گرفتین، سحر خوری که کردین، بعد همون دندانها را بشوین، این بهتر است از اونی که شما در روز میشوین، البته در روزه شما کراهیت پیدا می شود. لیکن مسواک چوب داشته باشین، این باکی ندارد. یا اینکه کحل میگد اگر زن سرمه کند، اسمه بکشد در ماه رمضان، یا سر خود روغن میکند، اینها بر روزه هیچ ضرر زیان ندارد. موی سفیدی که فانی است میگد، فانی گفته از 50 ساله بالا موی سفید فانی میگن. اگر موی سفیدی که از 50 بالا شد و خودش قوت خودش میداند که خیلی برجامانده میشود، یعنی قوت روزه گرفتن ندارد، اینجا شریعت ما و شما چیکار میکند؟ چی حکم میکند؟ حکم میکند که همان موی سفید افطار کند، هر روز میخورد و مثل صدقه فیتر هر روز صدقه میکند. یعنی 2 کیلو گندم
چند سامانی که شود یا 2 کیلو گندم میدهد، هر روز 2 کیلو گندم 2 کیلو گندم برای هر روز خوردگیش خیر احسان میکند. اگر قادر شد و قوت پیدا کرد بعدا قضا میگیرد. و الا اگر به همون ضعیفی و ناتوانیش از دنیا گذشت، همچون روزدار از دنیا سفر کردگی است. زنی که حامله باشد، این مسئله را من در اول خواندم به شما که زیرا که این مسئله مهم است، خیلی با دقت باشین. این مسئله در همه ما و شما رخ میدهد. زنی که حامله دار باشد یا کودک میده دارد که کودک شیرخواره است، به همه ما و شما معلوم است که شیر از غذا پیدا می شود. اگر مادر غذا نخورد، طعام نخورد، شیر کم می شود. شیر همون قوتناکی که در داخلش دارد، همون قوتناکی ها گم می شود و کودک ضعیف می شود، کودک بیمار پیدا می شود. اینا گفتم. پس یک حدیث به یادم آمد، تنظیم عائله خود یک موضوعی هست که در قرآن ما و شما پیش از گفتار این موضوع را بیدار کردن در حکومت ما و شما، این تنظیم عائله خودش علاکه در قرآن ما و شما ثبت کرده شدگی است. در همون جمع ذکر می شود که اگر زنی که یک کودک می زاید و در بین تنفس نمی کند و سال آیندهش کودک دیگر را می زاید، در این صورت برای همون کودک اول که در شکم مادر علاکه کودک پیدا شده است، علاکه قوتناکی شیر گم می شود. گفتم پیغمبر یعنی پی در پی زاییدن در اینجا من کردن که از حامله بودن و باز کودک شیرخواره باشد، این صورت کودک همان شیرخواره ضرر می‌بیند، زیرا تمام قوتناکی شیر گم می‌شود و شیر خودش حدش کم می‌شود. انا اگر زنی که حامله باشد یا شیردهنده باشد، اگر خوف برند بر فرزندشان یا خوف برند بر سلامتیشان، این صورت چکار میکنن؟ یا بیماری که خوف میبرد که روزه بگیرم مریضم زیاد میشود، یعنی دردم زیاد میشود، یا مسافری که سفر کرده است، از 120 کیلومتر از خانهش بیرون سفر کردگی هست، اینها را شریعت ما و شما حکم میکند که اینها حق دارند که روزه را بخورند و بعداً از مریضی که خلاص شدند، زنی که تولد کرد، کودکی که مثال علاکه بوایه رسید، اینها یا مسافری که از مسافری به خانه خود برگشت، اینها در این صورت روزه را قضا میگیرند و فدیه نمیدهند. چگونه که اون موسفید فدیه میداد، اینا فدیه نمیدهند. پای پیاده شهر نیست، اگر به سمالیات میراید، به مرسیدس میراید، به چیزی میراید، همین 120 کیلومتر طی کردی تو مسافر هستی. ولی بسیار از همین عقیده در ما و شما که وقتی آدمایی که مثال سفر میکنیم به دوشنبه میریم، بعدا چیکار میکنن؟ همان 4 رکعت فرضی که هست، حالان که خدای ضیافت خدا از 2 رکعت گفتگی است، 2 رکعت فرض بخوانین. بعد چی میگد؟ این من مثال وقتم خوش است، مانده نشیدم، از همین خاطر من میرد 2 رکعت میخوانم. اگر 2 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو بلکه اگر 4 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو در اینجا در نزد خدا عاصی و روسیه هستی. خدا فرمان داده است در سوره میثاق، شما سفر کردین نماز قصر کنین، نابسته تو به ماشین میره، به اسب میره، پیاده میره، فرقی نداره. این ضیافت خداست، این حکم خداست، شما به جا بیارید. خب و صوم سفر لا یضر احب، اگر مبادای ما و شما به دوشنبه رفتیم، مسافر هستیم، حق داریم که روزه را در همونجا میخوریم، حق داریم، مسافر هستیم. خدا فرموده است در سوره بقره. لیکن اگر دلتون نخواست، مثال تو سحر روزه گرفتی و بعد رفتی گفتی نه نمیشکام، این دم حق داری نشکام. در روزه حق داری، برای تو مستحب است، بخواهی بگیر، نخواهی نگیر. اگر گرفتی چی هست؟ هم قدر می شود که دیگر قضا، یعنی وقتی که به شهرت آمدی دیگر قضاش نمیداری. این ده اختیاریت است، میخواهی بخورش، نمیخواهی هم اختیار داری سال نخورش. حساب می شود، از روزه تو حساب می شود.